برای بهبود چیدن ای کجایی که اگر مبادای درآمد اگر بیاید راضی میشی. اینجا تو آش خورده سایل همین بیا در پهلوها کرد بشینن شاید درست کرد خوردن میگیرن. پیامبر میگه دیدش گفت ترسیدی که کمبغلیش سرایتت میکنه. آدما پور در گردی پیامبر شدگی این نگاه کرد جا نیافت. گفت پیامبر نازنین اگر همه مالش بتد من قبول ندارم. اگر میدانستم 5 نفر پیشکی میگفتم شما در جنتی. یکی لباسش به حد چرکه مقصد همه دریدگی و خیلی آدم کمبغل. دویم نفری که داخل جنت میشه گفتن مردک میگه آدمی آمدگی میگه آدمی میگه بسیار ثروتمند بود. کبر خیره شوه تو تکبری تو کبر داری. پیامبر نازنین گفته است که اگر همین علم غیب در پیش من میشی هر آینه 5 نفر پیشکی میگفتم که اینو جنت دن. مقصد علم غیب یک علمی هست که مال خدا هست. این مال من نیست. من از غیب چیزی برای شما بیان کردن نمیتونم. اگر میدانستم 5 نفر پیشکی میگفتم شما در جنتی. برادران این 5 نفری خوشبخت کیه؟ این 5 نفری با سعادت کیه؟ ای کاش از یکی از اینا ما و شما هم باشیم تا پیامبر پیشکی ما را بشارتی به جنت میتن. میگه یکم الفقیر صاحب العیال. یکم برادران عزیز یک آدمی که مسکینه فقیره کم بضاعته ناتوانه به شرایطه خب گوییم با اصطلاح امروزه بسیار بسیار کم بغله با صاحب عیاله فرزنداره. بازم این برادران عزیز و گرامی هیچ وقت بندگی خدا را ترک نمیکنه. روزهای فقیری را گذراندن برادران عزیز این بسیار کاری دشواره. آدم ای سحر تا بگاه در حالت فقر گذرانیدن روز خیلی و خیلی کاری مشکله. خیلی و خیلی گویم یک مصیبت خیلی یک آدم یک مصیبت پشت برای چی پیامبر نازنین میگه اللهم اینی اعوذ بک من الکفر و الفقر. من از الله مهربان از فقر پناه طلب میکنم. زیرا برادران عزیز باز میگم طی کردن راه فقر بسیار مشکله. بسیار مشکله. هر کس در حالت فقر برادران عزیز باز پایبند عبادت شدن یا منشأ درآمد چه از راه حلال کردن خیلی و خیلی اعتقادی مستحکم بسیار بسیار ایمان کامل در کار. ایمان کامل در کار. بی کم ترک اگر ناتوانی و ناداری دست ما اگر دامن ما نبگیره آنقدر ما ایمان من ضعفه که برای بهبود چیدن ای کجایی که اگر مبادای درآمد اگر بیاید راضی میشیم. از کجای بیاد درآمد ما راضی میشیم. برای همین است که جناب جلال الدین رومی میگو هر که آخر بین بود اون مؤمن است. کسی دایم در ذهنش در یادش آخرت هست. دایم آخرتم چی میشود؟ خب قیامتم چی میشود؟ نامه اعمالم چی میشود؟ سوال جواب ما مقصد چی میشود؟ میگه هر کس در دایم در فکر آخرت باشد اون مؤمن است. هر که آخر بین بود او بدین است. یکی میگه کسی اگر آخرش فکر کند دیندار است. کسی آخرش فکر کند آخرجش او دین ندارد. یعنی به خاطر آخر به خاطر شکم اگر در هر کاری که اگر اجازت داد رهایی داد حضرت میگه او بدین است. ولی من حدیث اسامه حدیث متفقون علیه است. جناب بخاری و مسلم روایت کرده. امام حضرت ابو اسامه روایت میکنه میگه پیامبر نازنین گفت دخلت الجنه قمت على باب الجنه
فاذا عامت من دخلها المساکین. میگه وقتی که من داخل جنت شدم، این خبرهاشو این مژده ها را ای شب معراج گپ زده سای، ای شبی که سیر جنت کرد و سیر دوزخ هم کرد. میگه وقتی من دیدم مردمی که سلا جنت میدرویند، پرسیدم اینا کیان؟ گفتن اینا مسکین ها هست، بیچاره ها هست، کمبغل ها هست، اینها وارد جنت شدند. و اصحاب الجد محبوسون. لیکن دیدم که آدم های غنی و با دولت یک جا حبس شده بودند، اونها را باید اونها را سوال و جواب کنند. و قمت علی باب النار فاذا عامت من دخلها النساء. باز برادری عزیز بندگی خدا را میکنند، هیچ وقت از راه حرام نمیخواهد که یگان برده نان وارد خانه شود. حضرت گویم پیشکی این کس میگم این ای اهل جنت است. ولی در زمانهای پیامبر حکایه میکنند، میگد یک فقیر آمد رنگ خانه قدرت الله برادر ما حجوری، آدما پور در گرد پیامبر شدگی. نگاه کرد جو نیافت که جو دا بشینم. میگد این مردک میگه آدمی آمدگی، میگه آدمی میگه بسیار ثروتمند بود، خواست جو بیانه. بعد نگاه کرد بهر یک آدمی کمبغل، پهلو یک آدمی کمبغل خالی اید، یکی لباسوش به حد چرکه، مقصد همه دریدگی و خیلی آدمی کمبغل، خیلی آدم کمتر میگه ارکگی کدو. همین آمد بری همین کمبغل در شیشت همین تا دامنش میگه جمع کرد که پیامبر میگه دیدش، گفت ترسیدی که کمبغلیش سرایتت میکنه. که بسیار یک سخنی مثال وزنینی هسته. گفت ترسیدی که کمبغلیش در تو میگذره که میگه جاش خیست. گفت پیامبر نازنین حقیقتا آن چیزی که شما میگین، گفت شما حق میگید. مقصد من دامن جمع کردم تا در لباس همین آدم آلوده نشود. لیکن به خاطر آن که اگر دل همین بنده رنجیده باشه، نصف مال ما دادمش، مرا ببخشد، نصف مال ما دادمش. میگه پیامبر گفت که چی میگوی در گپی برادرت؟ گفت پیامبر نازنین اگر همه مال شبتد من قبول ندارم، لیکن من همچون برادری مسلمان من این کسا بخشیدم تا منم مالدار شم رنگ همین نشم است. منم مالدار شم رنگ همین ای فقیرها یکی مثال پرهیز نکنم، راه گریز انتخاب نکنم. ولی جناب همین سفیان ثوری بسیار یک گپی زیبا دارد. میگه اگر یک آدمی کمبغل بیچاره رعایت نکرده، اینجا تو آش خورده سید همین بیاو در پروا کرد بشنند شد درست که خورده میگیرد. همینجا اگر تبت خیره شود تو تکبری، تو کیبر داری، تو کیبر داری. پهلو در نشستگی آدمی کمبغل هم میگه باید که هیچ وقت شیشت مرحمت برادر عزیز آشد شود، باید میگه با دلی صاف باشد. اگر که یک دیدی که نفاریده و تبت نکشید، میگه تو در وجودت کیبر داری. یکم برادرها خلاص آدمی فقیر. دویم حضرت گفتن دویم نفری که داخل جنت میشود گفتن